رهبران همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز 1 فوریه سال 2024 در بروسل جهت در 4 سال آینده برای اوکراین جدا کردن 50 میلیارد یورو کمک ایلووگی به توافق رسیدند. در این باره در شبکه ایکس یا توییتر روز پنجشنبه 1 فوریه شارل میشل رئیس شورای اروپا خبر داد این مبلغ گذاری ثابت در مدت و پیش بینی شونده اوکراین را تامین میکنند. اتحادیه اروپا در امر پشتیبانی اوکراین نقشه رهبری و مسئولیت را به دوش خود میگیرد. ما میدونیم که در کان این بازی چه گذاشته شده است، نوشت شارل میشل. اتحادیه اروپا در میان ماه دکامبر سال 2023 درباره شروع مذاکرات جهت بیعت این سازمان پذیرفتن اوکراین و مولداوا و به گرجستان دادن مقام نامزد به عضویت اتحادیه اروپا قرار قبول کردند. اما بعد قبول این قرار وینگریا که سروزیرش ویکتور اوربان را هوادار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میشمارند با قرار برای اوکراین جدا کردن 50 میلیارد یورو کمک ویتا گذاشت. اوربان گفت ما به این مسئله در شورای اروپا سال آینده بعد آمادگی کامل برخواهیم گشت. روز 29 ژانویه وزیر خارجه وینگریا پیتر سیارتو از اوکراین بازدید کرد. در شهر اوژگورود که بخش اعظم اولیش را مهاجران تشکیل میدهند با همتای اوکراینیش دمیتری کولبا و رهبر دفتر پرزیدنت اوکراین اندری ارماک ملاقات کرد. ارماک گفت در برابر مسائل دیگر آنها مسئله تیار کردن سفر ویکتور اوربان به اوکراین را نیز بررسی کردند. در عرفه ملاقات اوژگورود نشریه بریتانیایی فاینانشل تایمز در یک مقاله با تکیه به یک سند داخلی اتحادیه اروپا نوشت که اگر ویکتور اوربان با بسته کمک‌ها برای اوکراین ویتا گذارد، اتحادیه اروپا در جواب به اقتصاد وینگریا ضربه جانکو خواهند زد. تصمیم اتحادیه اروپا برای جدا کردن 50 میلیارد یورو کمک به اوکراین در حالی است که از شروع جنگ روسیه به ضد اوکراین 2 سال می‌گذرد. جنگ روسیه به ضد اوکراین یکی از جنگ‌های اعظم بزرگ و خونین از زمان جنگ دوم جهانی دانسته می‌شود.